من فکر میکنم نوبسته از اون که حالا از روی تناسب توپ ها تیم نورسانی ما در بازی امروز دوم شد، در این مسابقه معذرت دوم شد بعد از ایران، ولی فکر میکنم پیروزی هم در دیدار اخیر یک امکانات خوب فراهم آورد. خب یادآور میشیم که ایران در جدول مسابقه زینه اول را کسب کرد، اونها هم 7 امتیاز به دست آوردند ولی با شماره زیادی گل ها از ما پیش گذشتند. تیم نورسانی 15 ساله تاجیکستان دوم شد با 7 امتیاز و با شماره کمی گل های زده شده، چون ما در بازی با قرقیزستان 5 گل زدیم، ایران اصلا 8 گل زد و این باعث شد که اونها پیش صف شوند، ولی باکی نیست و در صورت پیروزی در بازی گذشته مقابل ایران تیم نورسانی ما میتوانست به یگان شکل شوپه البته بعد از این پیروزی غالبیت رو به دست آورد در این مسابقه. ولی به هر صورت میتوانیم بگوییم که سه دسته موفق، سه دسته بهترین منطقه ایران، تاجیکستان و ازبکستان در این مسابقه توانستند خوب و سزاوارانه بازی کردند. ولی ازبکستان در دو بازی مقابل حریفان خود شکست خورد، اونها تنها 3 گل به دست آوردند، این هم بر تیم نورسانی قرقیزستان و با 3 امتیاز اونها در زینه سوم قرار گرفتند. قرقیزستان عموما امتیاز به دست نآورد. لحظه‌های بهترین رو در قسم اول و دوم متوجه میشویم که چگونه بازیگران نورسی تاجیکستان امکانات خوب داشتند، در جواب بازیگران ازبکستان هم بهترین فرصت رو داشتند و از اون استفاده برده نتوانستند. خب در قسم اول بهترین لحظه گلزنی برای ازبکستان این همون ضربه زده لزبک میرزویف بود، کاپیتان دسته، که توپ به تیری دروازه سنت‌الله اسماعیلوف برخورد و برگشت. با شروع شدن قسم دوم رقابت ما بهترین لحظه رو با اشتراک بازیگران ازبکستان دیدیم، ولی اونجا حالت افساید به قید گرفته شد. بازیگر رقم 9 این دسته ذکرالله خان مختارов فرصت خیلی هم خوب را نتوانست استفاده برده و در حالت افساید قرار گرفته است. ولی بعدا در آغاز قسم دوم داور ضربه 11 متره تعیین کرد به دروازه ما. سنت‌الله اسماعیلوف از مهارت خوبی دروازه‌بانی خود استفاده کرد و اون رو برگردونید. ضربه را ذکرالله خان مختارov بازیگر رقم 9 دسته ازبکستان اجرا کرده نتوانست و همین طور تیمی ما بعد از این دروازه حریفان رو رخنه کرد و موفق شد. در فوتبال هم همین گونه حالت ها می شود بسیار رخ می دهند. اگر تو گل نزنی حتما حریف گل میزنه. همین حالت در بازی نورسانی تاجیکستان و ازبکستان به قید گرفته شد و خوشبختانه بازیگران ما با یک گل زده مسروق غفوروف غلبه کردند با یک تغییرات سرمربی زیندین رحیموف. بیاید همون گل رو میبینیم که چگونه با سر بازیگر رقم 14 دسته ما موفق شد. عزیز ظریفی حمله را شروع کرد، ربانی کمالوف توپ رو به جریمه‌گاه هوا داد و مسروق غفوروف اون رو با سر وارد دروازه ازبکستان کرد. 1-0 ما غلبه کردیم در بازی اخیری مسابقه مذکور، مسابقه منطقوی و همینطور فکر میکنم از روی بازی ها یکی از بهترین دسته ها هم بودیم در جام کافا. من اصلا میگم با زیندین رحیموف با ستاد مربیانی که تیم رو بسیار خوب آماده کردند. البته مشکلی ها هم بودن در بازی دسته نورسان، ولی فکر میکنم همین گونه بازی ها، همین گونه مسابقه ها میتوانند مشکل ها رو برطرف کرده. امیدواریم در مسابقه های در پیش ایستاده تیم نورسان تاجیکستان سزاوارانه بازی میکنند مقابل دیگر دسته های قاره آسیا که اونجا هم دسته های پرقدرت خیلی و خیلی زیاد هستند، از جمله در شرق آسیا، در غرب آسیا، در جنوب آسیا و البته برای کسب کردن تجربه زیاد پیش از همه بازی های دوستانه میتواند زمینه اساسی به میان آورد. خب بعد از چند لحظه مراسم جایزه سپاری برپا می شود و ما بالاتر اشاره کردیم که زینه اول نصیبی تیم نورسانی ایران شد و آنها هم ارزنده در این مسابقه موفق شدند. زینه دوم نصیبی دسته نورسانی 15 ساله تاجیکستان و زینه سوم نصیبی دسته نورسانی ازبکستان. آنها با 3 گل زینه سوم را کسب کردند. در صورت
مساوی هم در بازی اوزا اونها زینه سوم رو کسب میکردن. ولی غلبه با روحیه فوتبالبازان نورس تاجیک یک انگیزه زیاد رو جمع کرد و اکنون اونها صاحب مدال های نقره جام کافا 2021 بین 4 دسته بهترین منطقه مرکزی شد.